زود باش قایقران، عجله دارم. من قایقران نیستم. پس کی هستی؟ پادشاهم. بابام توی روسیه کتاب فروشی داشت. منم اونجا به بچه ها درس میدادم. به نظر تو چه جور آدمی؟ روزشو تو حرم سرا میگذرونه، چاقه، پیره و حتما آدم عصبی. آنا پترو، سلطان محمود خان منتظر شماست. تا وقتی سوال نکرده هیچی نباید بگم. بدون نگاه کردن به صورتش نزدیک میشی و دامنشو میبوسی. همون قدری که فکر میکردی چاق و پیرم. نه، ماشاءالله داری. میخوام به بچه‌های من فرانسه درس بدی. در برابر خدمت دستمزد بیشتری بهت میدم. ظرف این مدت باید توی حرم زندگی. یه معلم توی قصر داره؟ فعلا معلم، ولی وضعیت این خاتون هر آن ممکنه عوض شه. به معلم خبر بدین شب بیاد تو اتاق. آنا خانوم، برای شما حمام خصوصی ترتیب دادم. زحمت شما هم شد، ولی باید بگم که خیلی عالی. نری سری بخوابی زشت میشه. من راحت میخوابم. پادشاه منتظر چه شما. فکر کردین راجع به خودتون؟ همون اول گفته بودم من زن حرم سرا نیستم. صبر منم حدی داره. چی فکر کردین راجع به من؟ وای هوشیار، سلطنت از چیزی که فکر میکردیم کمتر طول کشید. سلطنت من تازه داره شروع میشه. اون زن تو این قصر نمیخوام ببینم. برادرم سلطان محمود چطوره؟ به نظرم پادشاه منتظر تغییرات گروه اینچیری. این گروه ینیچریو کلاً از بین میره. این کار بین آسونیا نیست. کسی که در برابر اینچیری وایسه زودتر با اجلش رو میشه. هرچه زودتر باید از دست سلطان محمود خلاص شی. میفهمی؟ مطمئن باشه این کارو به بقیه نمیسپارم. حالا دیگه کارت ساخت است محمود خان. من برای بقای دولت هر کاری لازم باشه رو دستور میدم تا بقیه هم همونو اجرا میکنم. اینو تو گوشتون فرو کنی. سلطان قلبم. به زودی